داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان عیسی به آب سر راه رو. بلا فاصله بعد ماجرا و عیسی به اوتی شاگردان امر کرد که قایق سوار بایند به آن طرف دریاچه آب روند تا آب توانند مردم را به گسانش دیم دهند. بعد شایی به کوه سرا شد و به دعای کردن مشغول بود. عیسی تا شب نیما آدم ماند. در طول سفر با قایق به نیم شبها آوان تهنکا به دریاچه وسط رستند. پاروی جتن پراوان به سبب یشیک قاطع مخالفت باز سختت. عیسی آنگاهوتی دعا و تمام کرد و به وتی شاگردانی که نکه روانه بود. عیسی قدم جنان به آب سرا به شاگردانی قایق طرف حرکت کرد. وقتی شاگردان عیسی را دیستش باز ترستند چون فکرش کو روی را کندند. عیسی زاند که آب ترستند بنا پرشتی گرابان خبر داد و امر کرد ما ترست من هستم. و بعد پتروس به عیسی گوشت سرورم اگه حقیقتا ته هسته دستور ده که من هم به آب سرا راه ریم و بیا این تیه. عیسی به پتروس امر کرد بیا. پس پتروس شقایق بیرون یاد و آب سرا راه شد و به عیسی طرف شد. اما بعد شکم می راه شده نه آوتی روش عیسی برگردند و به توی موجانی چند می سکد و قاطع قدرت شدت احساس کرد. بعد شایی پتروس وحشت کرد و شروع به فروشتن به آب تها کرد. آنگاه فریاد جد سرورم من را نجات ده. عیسی فوراً بوتی دستا دراج کرد و آیه را بیرون کشید. بعد به پتروس گوشت ای کم ایمان پچی شک کرده. وقتی پتروس و عیسی به قایق سوار بودند قاطع وزش فوراً قطع بود و آب آرام گرفت. شاگردان که باز تعجبش کردند عیسی را پرستش کرد و گوشتش به راستی که تا خدای زاک هسته. داستانی برگرفته از کتاب مقدس انجیل متی فصل 14 آیات 22 تا 33، انجیل مرقس فصل 6 آیات 45 تا 52، انجیل یوحنا فصل 6 آیات 16 تا 21.